خدمات مطبوعات ریاست پرستاوهای ولایت کالوگای روسیه روز 15 فوریه خبر داد که اخیراً قرارهای دادگاه‌های محلی درباره از قلمرو روسیه بیرون کردن 7 مهاجر خارجی را اجرا کردند. ارتیوم زالوگین سخنگوی این اداره به ژورنالیستان گفت این یکی از اولین اخراج‌ها در سال جاری بود. 5 شهروند ازبکستان، 1 شهروند آذربایجان و 1 شهروند تاجیکستان را پرستاوها به فرودگاه دمدید و شهر مسکو برده در آنجا سواری هواپیمایی کردند که آنها را به کشورهای زادگاهشان بردند. آنها برای 5 سال از حق ورود به قلمرو روسیه محروم کرده شدند. ارتیوم زالوگین گفت از قلمرو روسیه بیرون کردن مهاجران خارجی که دادگاه‌ها در مورد اخراج آنها قرار قبول کردند از جمله مسئولیت‌های پرستاوه است. معمولاً دادگاه‌ها خارجیان را برای ویران کردن قاعده‌های بود و باش یا فعالیت کاری غیر قانونی در حدود روسیه از کشور اخراج می‌کنند تا روز بیرون کردنشان چنین مهاجران را در بازداشتگاه‌های مخصوص نگاه می‌دارند، گفت ارتیوم زالوگین. خبر اخراج مهاجران تاجیک و ازبک در حالی است که تازه ماه سپتامبر سال 2021 مقامات روسیه 270,000 مهاجر از تاجیکستان و ازبکستان را عفو کردند. به ورود دوباره آنها اجازه دادند. 120,000 نفر عفو شده شهروندان تاجیکستان بودند. آنها مورد عفو قرار گرفتند که برای یگان قانون شکنی خرد بر روی خط سیاه روسیه افتاده بودند. این عفو آنهایی را که با حکم دادگاه از روسیه اخراج شدند فرا نمی‌گرفت. گوبرناتور ولایت کالوگا ولادیسلاو شپاشا با سیاست آشکارا ضد مهاجران نام برآورده است. او روز 11 فوریه در پی بازدید از مرکز یگانه مهاجران از آن اظهار خشم کرد که در اینجا به مهاجرانی که به زبان روسی یگان کلمه نمی‌دانند پتنگ می‌دهند. بعد بازدید از مرکز مهاجران شپاشا فرمان برآورد که مهاجران را دیگر در ساحه‌های سودا، آشخانه و طربخانه‌ها، نقلیات جمعیتی به کار نگیرند. گوبرناتور کالوگا همچنین اعلام کرد که ولایت کالوگا از برنامه پریسلینیا می‌براید. این زادگان آسیای مرکزی را از امکانات بارای آسان به دست آوردن شهروندی محروم خواهد کرد، تاکید کرد شپاشا.